میخوام یه سری نکات بهت بگم قبل از اینکه از آبجکت های کویکسل بریج بخوای استفاده کنی. اونا رو باید حتما درستشون کنی. اگر این کارو نکنی به نظرم کلا از آبجکت های کویکسل بریج استفاده نکن. به صورت کلی من یه مش آبجکتی رو دانلود کردم که میخوام ازشون استفاده کنم، چند تا نکته رو روش بهتون آموزش بدم. اولین آبجکتی رو که من وارد 3D Max هم کردم این آبجکت بود که الان واردش میکنم به محیط مکس. میاد اینجا قرار میگیره و حالا چند تا آبجکت دیگه هم استفاده میکنم، مثل حالا یکی این آبجکت رو میارم و یکی این آبجکت رو میارم. به صورت کلی از نظر پوزیشن جاهای اینا رو درست میکنم، قرار میدم سر جایی که مد نظرم هست. این قسمت یه دونه دوربینم قرار دادم که بتونم حالا یه شات رندر ازشون بگیرم. یه مقدار سایز اینا رو بزرگتر میکنم، میارمش بالاتر، اینم همینطور مقدار سایزشون رو بزرگتر میکنم. موقعی که آبجکت ها رو از نرم افزار بریج انتقال میدیم داخل مکسمون، ممکنه یک سری تغییرات اسکیلی روش انجام بشه. مثل الان این آبجکت رو من آوردم بزرگش کردم، همچنین این آبجکته. برای اینکه این اسکیل روشون فیکس بشه، چون یک سری مودیفایر هم باهاش میاد مثل ویری دیسپلیس مود، در ابتدا من میام این ویری دیسپلیس مود رو کات میکنم، یه دونه ریست ایکس فرم بهش میدم و اینو میام کلپس تو میزنم که کلپس بشه و این مودیفایر قبلی رو پیست میکنم اینجا. بر همینم همین کارو میکنم، کات میکنم، ریست ایکس فرم میدم اینجا، راست کلیک، کلپس تو رو میزنم که کلپس بشه. دومین کاری که میکنیم الان، بر همینم باید همین کار کنم، چون بعضی اوقات مشکل مثلا سایز و اینا دارن که از خود نرم افزار میان. ریست سلکتد میزنم که اینم باز کلپس تو بشه، مودیفایر هم روش هست. حالا من یه قابی اینجوری بستم، اول میذاریم یه رندر بگیره ببینیم به چه صورت میشه. به این شکل. یه همچین کیفیت داره آبجکت هامون، در صورتی که کیفیتش خیلی بیشتر میتونه باشه. من میام متریالاشون رو پیک میکنم، این متریال قبلی رو پاک میکنم، دونه دونه متریال ها رو پیک میکنم. این متریال اولمونه که این صخره هست. به صورت کلی اول پارامترهای خود متریالم رو میام تنظیم میکنم و بعد میرم سراغ پارامترهای خود بیت مپ های این متریال. به صورت کلی بامپ مپمون رو میذاریم روی 100 یا حالا 80 که بتونیم بامپ خوبی از این داشته باشیم. یه بامپ خیلی خوب، یعنی مثلا اگر 30 باشه اختلافش ببین به چه صورته. الان 30 با 100 که من میذارم خیلی تفاوت داره، دیتیل کارمون اضافه میشه. من به صورت کلی شروع میکنم از خود آلبدو که همون میشه در واقع دیفیوزمون، شروع میکنم و تغییرات رو یکی یکی اعمال میکنم و توضیح میدم. پارامتر اولی که باید شدتش رو کم کنیم فیلتر مالتیپلایره که در واقع خود 3D Max برای اینکه یه مقدار افت کیفیت داشته باشه، یکم حجم بیت مپ ها بیاد پایین‌تر، یه فیلتری روش اعمال میکنه، یه حالت بلار شدگی روی
بیت مپ ایجاد میشه. اگر که من اینو راست کلیک کنم روی این اسپینر و کمترین به کمترین میزانش برسم، این با بالاترین کیفیت ممکن برای من اینو رندر میکنه. دومین گزینه‌ای که باید دستکاری کنم داخل نورماله، یعنی نورمال مپ رو که این مپ نورمال مپ که اومده اینجا، به صورت کلی این گزینه فیلیپ گرین رو که بزنم، قبلش دیدین چجوری محاسبه میکرد این بامپمونو، یه مقداری حالت درست محاسبه نمیکنه. در واقع این فیلیپ گرین میاد و تغییراتی داخل این رنگ سبزه، یعنی من اگه پریویو رو باز کنم داخل این رنگای سبز ایجاد میکنه که همون در واقع شاخص نمودارهای x و y و z هستن، با رنگ x که قرمز، y سبز و z رنگش آبیه. تلفیق از این رنگا هست. حالا باید ما این تیکو بزنیم که به درستی برای ما این نورمال بامپ رو اجرا کنه روی سطح آبجکت. الان من هم بامپ دارم، مپ بامپ دارم، هم نورمال بامپ دارم. نباید همون قدری که از نورمال بامپ هم استفاده میکنه از بامپ هم استفاده کنه. پس عدد بامپ همو میذارم نیم که زیاد تأثیر نگیره از این بامپه، یا شاید هم حتی مثلا 0.2 به این. پارامتر دیگه ای که من باید داخل اینا دستکار کنم گلاسینس هم که کار خاصی قرار نیست روش انجام بشه. فیلتر مالتیپلایر این نورمال بامپ همو میذارم روی 0.1 یا 0.، حالا بین 0.5 یا 0.1 متغیر، چون زیاد نباید شارپ باشه. مثلا بیت مپ هایی که برای دیسپلیس استفاده میشه و برای بامپ استفاده میشه نباید زیاد شارپ باشن. برای این بامپ هم همینطور میذارم 0.1. گلاسینس هم همینطور فیلتر مالتیپلایرمو میذارمش روی 100. این دیگه با کمترین حد ممکن باید اینو فیلترش کمترین حد ممکن باشه. حالا یه سری تغییراتی باید از نظر کالر اسپیس داخل این بیت مپ هامون انجام بدیم. کالر اسپیس کلا بحثش خیلی مفصله، ولی به صورت خلاصه بهتون بگم در واقع مود رنگی هر کدوم از بیت مپ ها رو میاد برای ما مثلا تبدیل محیط رنگی بیت مپ هامون هست یه جورایی. الان برای اصولا بیت مپ هایی که رنگ دارن، یعنی مثلا قرار رنگشون داخل حالا آبجکتمون محاسبه بشه، مود کالر اسپیس ترانسفر فانکشن، یعنی مثلا اون تبدیل رنگ رو باید حتما بزنیم رو sRGB. به صورت کلی وقتی که ما یه بیت مپ میاریم، اینجا یه دونه بیت مپ میاریم، این کالر اسپیسمون ترانسفر فانکشن رو حالت آتو هست یا روی اینورس گاما هست. توی مکس قدیمی تر روی اینورس گاما بود، مثلا ویری HDRI که داشتیم. الان به صورت کلی تو ویری های بالاتر مثلا ویری 5-6 روی حالت اتو هست. ولی خب ما برای مپ هایی که حالا قرار رنگشون محاسبه بشه و اینا، این کالر اسپیس رو باید بذاریم sRGB و RGB کالر اسپیس پارامتر هم باید اینم بذاریمش روی sRGB پرایمریز که برامون کامل دیتای اون رنگی رو محاسبه کنه. الان نگاه کنید، حتی خود رنگ این هم اگر رو حالت دیفالت باشه با حالت sRGB خیلی متفاوت میشه. اینجا خودش بلارش رو 100 در نظر گرفته، یعنی اینجا با پایین ترین، یعنی با بهترین کیفیت در واقع
داره رندر میکنه برامون این بیت مپ رو. پارامتر بعدی میرم داخل نورمال بامپ. اینجا من بهش میگم که این قسمت ترانسفر فانکشن، کالر اسپیس ترانسفر فانکشن باید روی نان باشه. من هیچ دیتای رنگی نمیخوام از نورمال و بامپ و حتی گلاسینس و رفلکشن هم بگیرم. هیچ دیتای رنگی من ندارم. پس این ترانسفر فانکشن قرار نیست مثلا روی اینورس گاما باشه یا sRGB باشه یا حالا از خود اطلاعات مکس کالر اسپیس خود مکس هم باشه یا حالا رو حالت آتو باشه که اصلا بعضی اوقات خودش خنگ بازی در میاره، اصلا به درد ما نمیخوره. پس میذارمش روی نان. RGB Premiers هم که خودش رو حالت راه هست. راه یعنی خام، یعنی تمام اطلاعات خام این بیت مپ رو بر من محاسبه کن. هیچ فیلتری روش لحاظ نشه، هیچ رنگی روش لحاظ نشه. ما دو مد رنگی داریم، یکی sRGB یکی ACES-CG که این اصلا قرار نیست محاسبات رنگی برامون انجام بده. این RGB Primaries رو حالت را باید باشه، خود بیت مپ خام یعنی را یعنی حالت خامش باید باشه. برای بامپ هم همینجور RGB Primaries روی را باید باشه. این قسمت Color Space Transfer Function هم رو حالت نان باید باشه. هیچ اطلاعات رنگی نمیخوایم برامون تبدیل بشه به حالا تبدیل روش صورت بگیره. گلاسینس هم همینطور. این قسمت میتونیم حالا برای گلاسینس و رفلکشن مثلا رفلکشن و گلاسینس میتونیم مثلا از from 3ds max باشه این قسمت، کالر اسپیس خود 3d maxمون باشه. چون الان مکسای 2024 و 2025 از یک مد رنگی استفاده میکنن به نام مد رنگی ACGES. در واقع اینجا شما تو این قسمت رندرینگ که برین کالر منیجمنت خودش OCIO رو ببینید ACESCG، این قسمت کالر اسپیس هم اینجوریه. مود OCIO در واقع Open Color IO هست که به 3D Max های حالا 2024 و 2025 اضافه شده که میتونه از این مود رنگی استفاده کنه و این میزنه from 3ds max همین مود رنگی OCIO رو استفاده میکنه. در واقع گستره رنگی بیشتری رو میتونه ساپورت بکنه برامون نسبت به مکس 2023 به قبل. RGB Primaries هم باید رو حالت را باشه، یعنی من خود دیتابیس اصلی این بیت مپ رو لازم دارم، یعنی نمیخوایم هیچ مثلا رنگی نیست که از sRGB یا ACESCG استفاده کنیم. الان به صورت کلی ما تونستیم به یه نتیجه کلی از این برسیم، یعنی الان متریال ما آماده است. فقط تنها موردی که داره این آبجکتمون دیسپلیسشه. دیسپلیس باید اینجا بیایم و داخل این مودیفایری که برامون اینجا گذاشته یک سری تغییرات ایجاد کنیم. الان به صورت کلی وقتی که من یک آبجکتی رو از بریج انتقال میدم داخل مکس، توپولوژی آبجکت هم به صورت مثلثی، یعنی یک سری تقسیمات روی این انجام شده که حتی مثلا لول 0 لول 1 لول 2 که حالا کیفیت آبجکت هم به مراتب میاد پایینتر، بازم این مثلثی ها رو ما میبینیم. در واقع این مثلثی ها میاد کیفیت ویری دیسپلیس ما رو تعیین میکنه. پس مود تایپ حالا اون ویری دیسپلیس هم رو باید بذارم روی ساب دیویژن. وقتی که میذارمش رو ساب دیویژن الان میاد و بر اساس این مثلث بندی ها برای من دیسپلیس هم رو به بهترین حالت ممکن محاسبه میکنه. این قسمت میام پایینتر کیپ کانتینیویتی هم میزنم که اگر آبجکتم مثلا یه حجمی باشه برای من گوشه هاشو از هم یه درزی فاصله ایجاد نکنه، کلا یه تیکه و پیوسته بتونه برای من اینو رندر بگیره.
مکس ساب دیویژنمو همون 256 خوبه کیفیتش باشه، که من اصولا حالا بعضی اوقات توی یک سری آبجکت های نزدیک اینو تا 512 هم ارتقاش میدم که با بهترین کیفیت ممکن برای من اینو رندر کنه. و اجلنف هم همیشه یا 4 یا 3 یا حالا هرچی این عدد بالاتر بره، مثلا بشه 5 یا 6، کیفیت محاسبه دیسپلیس من میاد پایین تر، یعنی دیسپلیس همو با کیفیت پایین تری برام محاسبه میکنه. مثلا الان اینجا من میتونم اینو استاپ کنم، این قسمت یه دونه ریجن بزنم، مثلا با عدد 4 یا 3 اینو مثلا رندر کنم. خیلی تفاوت داره تا مثلا این قسمت، حتی این از این لبه ها هم مشخص، یا مثلا این قسمت خیلی صافه نسبت به اینجا. با کیفیت بالاتری دیسپلیس منو اعمال میکنه روی آبجکتم. حالا من همون 4 میذارم عدد دیفالت خودش. این قسمت امانتو هم که دیگه دست خودمونه، مثلا 2 سانتی متر الان پیش‌فرض خودش برای این آبجکت 2 سانتی متره. حالا من هرچی این عدد بالاتر ببرم میتونه مثلا دیسپلیس ها رو بهتر بر من در بیاره. مثلا بعضی وقت عدد بالاتری احتیاج داریم برای محاسبه، یعنی این دیسپلیس میخوام دیسپلیسمون بیشتر بشه، پس عدد بالاتری میذاریم. به طب هرچی عدد دیسپلیس بالاتر باشه الان میبینید حجمش بیشتر شده و رفته الان داخل این آبجکت بالاییه. من باید از شیفت استفاده کنم که این آبجکت رو یکم جمعش کنم تو رندرم. در واقع تو ویوپورت هم این آبجکت هم ثابته ولی توی رندرم این حجمش زیاد شده. پس اگر که من 10 سانتی متر میزان امانت رو در نظر میگیرم، باید شیفتم رو -5 یعنی نصف اون عدد در نظر بگیرم، -5 سانت در نظر میگیرم مثلا. الان به نظرم این آبجکت به اون کیفیت مد نظرم رسیده. حالا من ویدیو رو یکم با سرعت بالاتری ضبط میکنم و اون دوتا آبجکت دیگر رو هم این تغییراتی که گفتم روش لحاظ میکنم. فقط یه مسئله دیگه هم که یادم اومد باید انجام بدیم نگفتم، این بود که قبل از اینکه من بخوام برم سراغ آبجکت های دیگه، باید این بیت مپی که مربوط به این آبجکت بود و بیت مپی که مربوط به این آبجکت بود برای دیسپلیس بود استفاده کرده بودیم، کلیک درگ کنم اینجا بیارمش و دقیقا همون اتفاقاتی که برای این بیت مپ ها انجام دادم برای اون این بیت مپ هم انجام بدم. فیلتر مالتیپلایرش رو میتونم بذارم 1/10، بین 4/10 تا 1/10 میتونیم بذاریم، چون دیسپلیس نباید زیاد شارپ باشه، محاسباتش سنگین میشه و بعضی اوقات تو بعضی از صحنه ها گیرمون میندازه، پس باید 1/100 باشه. اینجا کالر اسپیسمون روی اینورس گاما باید بذارمش روی نان و اینجا RGB پرایمریز رو هم بذارمش روی را. اینجا بلارش خیلی عدد این 1/100 عدد بالاییه، میذارمش 0.1. حتی همون 1/100 هم میتونم بذارم برای مثلا آبجکت هایی که نزدیک ترن، کیفیت خیلی بیشتری میتونم از دیسپلیسم بگیرم. مثلا اون آبجکت هایی که دورتر هستن ازم فاصله بیشتری دارن، میتونم مثلا این عدده رو مثلا ببرمش بالاتر، حتی مثلا 1/10 هم میتونم بذارمش. به صورت کلی اینجوری. خب من بقیه آبجکت ها رو هم با سرعت بیشتری انجام میدم
که نتیجه رو حالا ببینید. این الان نتیجه اون آبجکتی است که خودش به صورت کلی برامون بریج آورده، یعنی اون آبجکتی است که ما بدون هیچ تغییراتی آوردیم. حالا نتیجه نهاییش رو هم براتون میذارم.